امروز ما آمدیم در غرب کابل هستیم، در دشت برچی. این لباس های مردان است که این چادر است که چادرهای خامک دوزی است. اگر لباس شما و ما معرفی کنین که دخت از این کدام نوع دخت است. یک رنگی که بسیار توجه مرا جلب کرد رنگ سبز است و همچنان کلاه هم در دکان شما به نظر میرسه، بسیار کلاه زیبا مقبول. باز کدام رنگ در این اواخر دختر خانم ها انتخاب میکنن؟ امی رنگ های روشنه که مادر جان چند سال میشه که خودت کار میکنی فروشنده هستی در دشت؟ سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر کجای از دنیا که هستین جور و صحت سلامت باشین. امروز ما آمدیم در غرب کابل هستیم در دشت برچی و اینجا یکی از فروشگاه های بسیار زیبا و مقبولی که لباس های به فرهنگ هزارگی ما شما اینجا به فروش میرسه که انواع خامک دوزی است و هر نوع لباسی که هموطن عزیز دوست داشته باشند در این فروشگاه موجود می باشه و چادرهای بسیار رنگه و زیبا و مقبول و همچنان لباس ها با انواع و اقسام و دیزاین های مختلف و همچنان یک خوشخبری به هموطنان عزیز ما که در بیرون از افغانستان هستند و در کشورهای خارجی به سر میبرند میتونن که در این فروشگاه بیاین و از نزدیک هم خریداری کنن و یک خبر خیلی خوش بر اونایی است که میتونن در این فروشگاه به شکل آنلاین درخواست بتن و به اسرع وقت در سراسر دنیا به دسترسشان انواع و اقسام این لباس های هزارگی میرسه. ما هم میریم به داخل فروشگاهی که به نام فروشگاه لباس هزارگی است. داخل میریم و میبینیم که کاروبارشان از چه قرار است و بیشتری لباس ها را به شما هموطنان نازنین به معرفی میگیریم. حالا شما برنامه را بیننده باشید. ما هم میریم به داخل دکان. ما هم هموطنان عزیز آمدیم داخل همین فروشگاهی که به نام فروشگاه فرهنگ هزارگی است و بیشتر با مالک اینجا صحبت میکنیم در مورد انواع و اقسام لباس ها. حالا دیگه شما برنامه را بیننده باشین. اجازه است بیادر؟ سلام بیادر، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ خوب هستین، بخیرین. سلامت باشین، زنده باشین. در ابتدا اگر به بیننده های عزیز خودتان یک معرفی داشته باشین. مسئول فروشگاه فرهنگ هستم. اسمتان؟ اسم اسدالله است. بسیار خوب. و به عنوان فروشنده اینجا هستم. خب بسیار عالی، تشکر برادر. خب لباسایی که شما به فروش میرسانین واقعا لباسای بسیار زیبا و عالی هستند که یک نمایی از فرهنگ ما هستند که نه تنها مردم عزیز هزاره ما بلکه همه مردم های افغانستانی را استفاده میکنن و دختر خانما و همه سراسر افغانستان چی در داخل چه در بیرون از اینا استفاده میکنن. اگر در مورد انواع از این لباس ها برای ما بگوین که شما چقدر وقت میشه اینجا کار میکنین؟ ما خود من مدت 2 سال میشه که اینجا فعالیت منیم و این لباس ها کاملا دستوزی است که کار زناست و هر کدام از اینا مدت 5 ماه 6 ماه وقت لازم داره تا اینا آماده شنه. خب شما گفتین که تمامش دستدوزی است و باز میریم به طرف معرفی لباس ها هم. خب چند نفر از دختر خانم‌ها امروز شما همکار هستن و کار میکنن که این لباس ها را به این شیوه آماده میسازن؟ به حساب کارمندا زیاد است چون اینا رو ما توزیع میکنیم برای خانم‌ها و بعد از اینکه اینا تکمیل شد دوباره میه و یا شسته میشه و اتو میشه این کارا.
خب برادر عزیز، شما گفتین که دختر خانم ها امروز شما کار میکنن. اگر منظم طرف کمره استاد شوین خیلی خوش میشیم. دیگه باز شما یک جای مخصوص برای خانم ها دارین یا ای که خانم ها از سر تا سر کابل میاین و از پیشتان میگیرن؟ چه قسم است این موضوع؟ اینا معمولا خانم ها از اینجا دخت میبره و او وقتی که مثلا دخت تکمیل شد بعد از اون میارن. خب دیگه مشخص کارمند چی نداریم که مثلا اینی تعداد مثلا دخت میبره باز از اون میاره. دیگه همینطور به صورت کلی است. خب یعنی تمام خانما میتونن یعنی تمام خانما میتونن که بیاین و از پیش شما بگیرن و دخت کنن پس دوباره به شما تسلیم کنن. بله. آره در کل میتونن. هر کسی که مثلا علاقمند از اینا باشه مثلا میتونه که از این دخت دستی را سرش مسلط باشه و بتونه که از این دخت میتونه از پیش ما ببرن و هر وقت که تکمیل کرد دوباره بیارن. خب در یک لباسی که یک دختر خانم از پیش شما میبره باز شما چقدر براش پول پرداخت میکنین؟ فرق میکنه. کرایه زنا است از 8000 افغانی است تا من نظر در مدلش فرق میکنه. مدلی بالا هم داریم مثلا تا خانه 10000 داریم 11000 داریم فرق میکنه. باز یک لباس که آماده میشه چقدر زمان در بر میگیره؟ حدودا همو 5 ماه در نظر میگیریم ما. یعنی بعد از 5 ماه. بسیار خوب. برادر عزیز، این لباسای کس مثلا به نام فرهنگ هزارگی یاد میشه، نه تنها یک قوم یا یک گروه خاص اینجا استفاده میکنه بلکه بیشتر تمام مردم افغانستان به این علاقه‌مند است، به ویژه دختر خانم. باز شما این لباس ها را به بیرون از کشورم روان میکنین یا خیر؟ او نظر در علاقمندی همی فرهنگ است که مثلا چی تعداد افغانایی که مثلا بیرون از افغانستان رفتن و اونا بیشتر علاقمند ترویج فرهنگ خود ماست که همی فرهنگ هزارگی یا فرهنگ افغانی را در بیرون از افغانستان هم ترویج بده. خب شما گفتین که یعنی مردم افغانستان اینا را در بیرون از کشور هم علاقمند است، خوش میکنن. بیشتر به کدام کشورها شما مشتری دارین؟ ما بیشتر کشور استرالیا است و فعلا کسته تمام کشورها مثلا علاقمند از این فرهنگ شده، هم از لحاظ لباس های فرهنگی هزارگی و لباس های گند افغانی که ما لباس های گند افغانی را میتونیم که برای مشتری آماده کنیم. خب باز در خود کشور عزیز ما افغانستان بیشتر باز به کدام ولایات شما اینا را صادر میکنین؟ یعنی در خود کشور ما بیشتر مردم جاغری است. دیگه در داخل خود کابل هم است، از طرف خیرخانه و دیگه مناطق شهر کابل. خب بسیار خوب. نه تنها به خانما ما که میبینیم در دکان شما بیشتر به آقایان هم است، اینا تمامش دزدوزی شده هستن؟ بله، این لباس های مردانه است، یخن مردانه. اینا کلن کار دیست است. بسیار خوب. و اینایش کار خامک است، اینجا ما به حساب کار خامک میگیم. و اینایش که شیشه دوزی شده، اینا هم کار دیست است. خب اگر یک لطف کنین براتون زحمت نشه و یک نمونه شو بکشین که ببینیم از نزدیک. این لباس های مردان است که مردای ما میتونه چی کنه از استفاده برادر ما. خب اگر این بسیار به ظرافت خاص دختر شده، بسیار مقبول هم است، برادران میتونن که بیاین از پیشتان خریداری کنن. باز قیمت از این چند است؟ اینا قیمت از معمولا ما از 6000 است تا 5000 و 5500. خب بلندترین یخندوزی که شما دارین قیمتش چند است؟ همین 6000 است. هیچ تخفیف نداره؟ تخفیف داره اون نظر. آره او که معمولا روند کاری است که. بسیار عالی. آره اگر این نمونه دیگه شما بیرون بکشین که ببینیم. باز یگان بیادرای ما که شوقی باشن میان میخرن. نگاه کریمی و یا نخوتیم میگه. این رنگ است، رنگ زرد. بسیار مقبول است. میتونن هموطنان عزیز بیایند و یخنی که به شکل دزدوزی است از اینجا خریداری کنن و
قیمتش هم دیگه باز اینا شاید تخفیف بتن، دلتان جمع باشه که تخفیف داره. خب حالا میریم به طرف لباسای زنانه که از همون طرف اگه بریم بیادر بهتر همون تصویرش هم میایه و صحبت کنیم. خب قرار اطلاعاتی که ما از فروشگاه شما داریم این نه تنها که لباسای هزارگی اینجا به فروش میرسه، بلکه گلدوزی هم است، خامکدوزی است، چادرای بسیار مقبول شما به نظر ما رسید که دو قسمت دارین. اگر از اینا هم بر ما یک معرفی داشته باشیم. این چادرها بسیار مقبول و زیبا هستن، هموطنا ببینن و خریداری کنن. این چادر است که چادرای خامکدوزی است. اینا هم یا هم کاردیس است کلن، یا خانما یا آماده منه اینا کاردیس است. خب چقدر وقت در بر میگیره یک چادر آماده میکنن؟ اما 2 ماه 1.5 ماه وقت لازم داره. قیمتی چادر مقبول چقدر است؟ قیمت های زنا 1600 افغانی است. 1600 افغانی؟ بسیار قیمت بیستی ولی کار دیست است دیگه، زامت کار داره. خب بسیار خوب. چون ارزشی که قدیس چه منه نسبت در ارزشی که مثلا قدی ماشین جور منه و باز باید ارزشی آدم داشته باشه. واقعا هموطنان عزیز بسیار زیبا و مقبول است. این چادری که با یک ظرافت بسیار زیبا ساخته شده. شما میتونین که را در روی تصویر ببینین و با مراجعه کردن به فروشگاه فرهنگ هزارگی بیاین و ایره خریداری کنین. بسیار مقبول است. تکیش هم کیفیتش خوب است. تکه جارجید است. تکیش جارجید است. جیفون هم میگه، جارجید هم میگه. خب حالا که در مورد این تکه است اشتباه نکنم. بله، یا تکای دو دامنه است، به اسم دو دامنه است. اینا کلن با رنگ های مختلف است. بسیار خوب. باز اینا را چی نه لباس میدوزن؟ یاره همین لباس های چی جور نه؟ لباس های محفلی جور نه؟ لباس های محفلی جور بله میکنن. بسیار خوب. یک چادر دیگه که توجه مرا بسیار به طرف خود جلب کرد این چادر است. این رنگی اینجا ما رنگی پسته‌ای میگیم. رنگ خینه‌ای میگیم اینا. بسیار خوب. یا هم کاردیس است. آره. ای هم بسیار مقبول و زیبا است دیگه، میتونن که از هم بیان خریداری کنن. آره. کسایی که هموطنان عزیز ما هستن. باز چطور است کاروبار ده یه وقت؟ خوبه خدا شکر. بسیار خوب. حالا این تکه دیگه هم کسته اینا هم اگه به معرفی بگیرین؟ این خال به اسم ساردامن میگه. آره. خانمایی رو به نام ساردامن میشناسه. حالا بیایم دیگه به طرف همین لباس هایی که یعنی یک قسم خال دیگه است که به اسم خال صنم میگه. از این میتونه که لباس های محفلی آماده کنه برای خود. این پدلون خامکدوزی است؟ بله. اینا شلوارای است که شلوارای لیلون میتر است. اینا یعنی این خانمایی که بزرگتر هستنشان باز خریداری میکنن دیگه، یا معمولا یا قدی لباسای خال و دو دامنه و چیزا استفاده میکنه. خب قیمت از این باز چند است؟ قیمت های اینا 900 افغانی 900 افغانی. بله. بیننده های عزیز حالا میریم به طرف معرفی لباس ها که بسیار برنگا و دیزاین های بسیار مقبول و زیبا اینجا ساخته شده و هموطنای ما طوری که ما میبینید در فروشگاه آمدین و از اینا خریداری میکنند. بیشتر در موردشون از خود مالک اینجا مشنویم. بیادر اگر می لباس شما و ما معرفی کنین که دخت از این کدام نوع دخت است، تکیش چی هست و قیمت از این چقدر می باشه؟ یک کم نزدیکتر بیاین. این لباس ها معمولا سر تیکه شال است که به اسم تیکه شال میگه. سر از اونها دخت میشه و این نمونه ستاره است به اسم نمونه ستاره ای. خب نمونه ستاره ای. بازی دامنش فکر کنم که آزاد است. بله. یا معمولا دامن از اونها 2 متر است، اندازه دامنش است و این یخنش است، کمربند و آستین و این هم دامن. خب بسیار عالی. حالا میریم به طرف بعضی لباسای دیگه که توجه مرا به طرف خود جلب کرد. رنگا و انواع و اقسام از اینا مختلف است که هموطنان میتونن اینجا بیان خریداری کنن.
یک رنگی که بسیار توجه مرا جلب کرد رنگ سبز است. خیلی رنگ زیبا و عالی است. بیشتر در مورد از این از خود برادر مشنویم که این کدام نوع دیزاین در این کار شده. یک دیزاین جدید است که را خود ما طراحی کردیم و که به رنگ‌های مختلف از این ما داریم آماده که مشتری ها بخواه ما داریم از این آماده و از این رنگ‌های دیگه هم هست که رنگ لاجوردی است، رنگ سبز و ده هر رنگ که مثلا مشتری ها بخواه ما از این میتونیم برایش آماده کنیم. باز قیمت از این چند است؟ قیمت های از این لباس ها معمولا در کل کسه از 8,000 افغانی ما نرخ داریم تا 19,000 افغانی. 19,000 افغانی درست است. و اگر این دیزاینشان به ما معرفی کنین که هم رنگکش بسیار مقبول و زیباست. این سر تیکه سرمایی کار شده که کارش هم خیلی سخت است. سر تیکه تاریک این دیزاین گراف است و چی است دیگه یخن و آستین و چی تکمیل است. بله. خب قیمت از این هم 19,000 افغانی است؟ قیمت از این لباس 13,500 افغانی است. 13,500 افغانی است. بسیار عالی. و همچنان کلاه در دکان شما به نظر میرسه بسیار کلاه زیبا مقبول. اینا جدا فروخته میشه یا که همراه امی لباسا فروخته میشه یک جای؟ این کلاه معمولا برای آقایان است که همراه واسکت و نکتایی و کمربند استفاده میشه و اگر به اساس تکی اگر بخواد مثلا یک نفر تنها کلاهش کار داره هم میتونه مثلا از اینجا خریداری کنه. و این کلاهی که ما میبینیم اینا کلاه مردانه است؟ بله کلاه قبطمار میگه و کلاه کشیده هم میگه. بسیار خوب. بله. و همچنان دستکولک های بسیار زیبا هم دارین اینجا که دوخته شده. بله کفای پول است. بایکای پول و او هم کار دیست است. بله. خب حالا میریم دیگه به طرف چند نوع لباس دیگه که شیشه دوزی است اشتباه نکنم. اما را بر ما معرفی کنین که وقت شما را هم نگیریم که شما مشتری میآیه و کار دارین. بسیار لباسای زیبا مقبول، لباسایی که دختر خانمایی که شوقی هستن میتونن بیاین خریداری کنن گرچه که قیمت است اما باز هم دیگه هموطنا میتونن اینجا بیان خریداری کنن. این لباسایی است که با فرهنگ مردم عزیز هزاره ماست. نه تنها فرهنگ از اینا بلکه همه ما خوش داریم که اینا را بپوشیم و استفاده کنیم. حالا بیشتر در موردشان از خود برادر مشنیم. بفرمایید شما. در کل لباس ها اینا هم کار دیست است که اولا گراف کار میشه بعد از او سر از اینا شیشه کار میشه. اینا کلان کار دیست است. باز قیمت از اینا متفاوت‌تر است؟ اینا معمولا کارش کم است نسبت به خامک دوزی یا قیمتایش پایین تر است. چند است قیمت از اینا؟ که قیمتای از اینا 7,500 است. خود دیگه 7,500 7,500 افغانی. خب. و همچنان شما شالای عروس هم در اینجا به فروش میرسانین. اگر نمونهش یک دانه بر ما بیارین و ببینیم که او چه نوع است تا هموطنای ما عروسی میکنن دخترها بیاین بخرن از شما. لباسای عروسی شالای عروسی. بله. اینا لباسای هستن که معمولا اینا را باش که میتونن که برای محافل عروسی هم از اینا استفاده منن مردم. اینا بهترین دیزاین است که معمولا امی دیزاین فعلا رواج است. بله دیزاینی که در بازار فعلا چی است مروج قیمت تر است امی دیزاین است. خب قیمت از این؟ قیمت از این 19,000 افغانی. قیمتش 19,000. باز کدام رنگ دایی اواخر دختر خانم ها انتخاب میکنن؟ امی رنگای روشنه که ما میبینیم در دکان زیاد. نظر در چیه ذوق و علاقه خود مشتری است. در کل کس اینجا ما مشتری ما رنگای مختلف انتخاب منه. رنگایشان مختلف است. بسیار زیاد تشکر. زنده و سلامت باشی. با امید از اینکه هموطنای عزیز ما بیاین از شما خریداری کنن. تشکر از شما. تشکر از اینکه آمدین و برنامه از ما گرفتین. تشکر از شما. بخیر باشین. زنده و سلامت باشی. در کار و بارت برکت. هموطنای نازنین ما در
برچی کابل و میریم به طرف یکی از دکانایی که فروشندهش اینجا خانم است و خیلی مشتریاش هم هستن. با ایشان بیشتر صحبت میکنیم، ببینیم از کار و بارشان و از لباسایی که اینجا اینا با فروش میرسانند. شما میبینین دیگه که اینجا بیروبار است و دختر خانم و خانم ها اینجا حضور دارن، خریداری میکنن و همچنان بیشتر با مالک اینجا صحبت میکنیم که یکی از خانم های افغان هستن اینجا فروشنده هستن. سلام مادر جان، وقتت بخیر. سلامت باشی، زنده باشی. کمی نزدیکتر استاد شویم که مایک ما راحت تر بگیرم. خوب هستین؟ خدا رو شکر. شما خوب هستین؟ سلامت باشی، زنده باشی. در ابتدا با همین لباسایی که شما اینجا با فروش میرسانین دزدوزی است و دختر خانمایی را دزدوزی میکنن، اگر کمی برای ما معلومات بتین. بله، دزدوزی هم هست، ماشینی هم هست. باز همین دزدوزی است که چقدر زمان در بر میگیره؟ نظر در دختر مثلا از 6 ماه تا 9 ماه وقت بگیره. شما وقتی که اینجا کار میکنین چقدر امیدوار هستین به دخترای دیگه که به تجارت رو بیارن، به دکانداری رو بیارن و کار کنن؟ کار مثلا روی شرایط است، شرایطی فعلی که گیر است. خب نه کار نه هیچ یعنی در تمام معلوم است دیگه. مثلا اگر شرایط خوب باشه، بخش دختران خوبه، بخش زنان خوبه، در کل خوب است. فعلا نه، فعلا کار نیه، نمیتر که زن و مرد فقان مونه، کار نیه دیگه، سراسر کار نیست. مادر جان چند سال میشه که خودت کار میکنی و فروشنده هستی در دشت برچی کابل؟ در دشت برچی خود جانیم 5 سال میشه. 5 سال میشه که کار میکنی. خودت هم دزدوزی بلد هستی؟ نفرای چی دیگه، وطن است دیگه، بلد هستی. خب از کدام ولایت هستین مادر جان؟ ولایت غزنی. خب بسیار خوب. بازی لباسا را در غزنی هم آماده میسازن یا اینکه مستقیم در کابل جور میکنن؟ نه در هر جای، بسود مثلا مالستان، جاغوری، غزنی، در هر جای مختلف است. زنده و سلامت باشید. تشکر. بخیر باشید. خب هموطنای نازنین، ما امروز آمدیم در غرب کابل در دشت برچی و از فروشگاه فرهنگ هزارگی برای شما عزیزان برنامه ویژه تهیه کردیم و شما هموطنای عزیز میتونین که در فروشگاه بیاین انواع و اقسام لباسایی را که شما در جریان برنامه دیدین با قیمت‌های متفاوت از اینجا خریداری کنین و همچنان یک پیام بسیار خوب به هموطنای عزیز ما که در بیرون از کشور هستند میتونن که درخواست بدهن و به اسرع وقت از این فروشگاه به صورت آنلاین برشان لباسایی که اینجا به فروش میرسه او را به دست بیارن. و همچنان شما عزیزان میتونین برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سیلک رود تایم را در ابتدا لایک و سابسکرایب کنین، نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازین تا برنامه بعدی که باز من شمین ایجابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم همه‌تان به الله پاک و بی‌نیاز امانت میسپاریم. وقت بر همه‌تان خوش.